سلام برادرز، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوایم به کلیپ های عزیز محمدی ریاکشن میگیریم و اگه 3 تا بیشتر بخندم قطعا مجازات میشه. این اولین ویدیو من به این سبک هستش. ازتون میخوام که با لایک و کامنت و سابسکرایب من حمایت کنید. انشالله بتونم یکم هم که شده حالتون رو بهتر کنم. بزن بریم. چی شده پسرم؟ فکر کنم یه هیولا زیر تختمه. نه عزیزم، چیزی به اسم هیولا وجود نداره. الان یه نگاه میکنم که مطمئن شی. این که عکس خودم زیر تخت. یه باید به هر حال یه جور باید حرفم بد میزدم. تو یه هیولایی، تو یه هیولا بودی همیشه تو زندگی من. آها خب باشه. پس بچه اولیشو خندیدم، خدا بخیر کنم. دیجی براتون پلی میکنه، بهتره کنید، عشق کنید، من برم این گله رو بکشم بیا. بکشم بیا. بچه من خیلی خوش آمدید. چی بیارم خدمتتون؟ من زیاد با منوتون آشنا نیستم. پیشنهاد خودتون چیه؟ پیشنهاد من به شما درای برید نیوی مخصوصمون، یعنی عالیه. پس لطف کنید از همین درای برید نیو یه دونه بیارید. میارم خدمت. خیلی ممنون، مرسی. بفرمایید دوش جان. خیلی ممنون، مرسی. 50,000 تومان پول اینه. من مرسی. متاسفانه 2 تا. یه بار دیگه بخندم مجازات میشم. سلام. داره بارون میاد، بعد یه چیز خیلی بامزه به ذهنم رسید، گفتم به اشتراک بذارم. چرا بارون میاد؟ با چیز دیگه نمیاد. ببین دوست دارم یه استندآپ کمدی بنویسم که یه ذره لاینا و جوکاش متفاوت باشه. آخه سال 2019 هنوز دارم به یه سری مسائل تکراری میخندن، مثل آرایش کردن و عمل جراحی زیبایی دخترها. چی یه بار دیگه همینو بگو. سال 2019 و هنوز نه، فقط همون یه تیکه آخرشو. عمل جراحی زیبایی دخترها. آرایش کردن و عمل جراحی زیبایی دخترها. وای از این دخترها که هنوز دارم. 3 بار شد. دیگه نمیخندم. مجازات میشم ولی دیگه نمیخندم. آرایش میکنن و عمل جراحی زیبایی انجام. ای زاهد نیکو سرشت، بیا که تو را با این باده مست کنم. ای ره گذر خوش خیال، آنچه در دست توست هرگز نتواند که مرا مست کند. پس اگر این باده نیست آنچه تو را مست کند، چیست آنچه تو را مست کند؟ سخت است بفهمی چه مرا مست کند. یافتم تو را نسیم عشق و عطر زندگی مست کند. نه آجی، آخه من قوطی نمیخورم، من شیشه دارم. ای آینه واقعا نمیشه نخندید. در این بی‌نمک بودن خیلی بانمکه. جادویی، بگو چه کسی از همه خفن تر و بهتر تره. کار میکنه. سلام آقا، یه نفر اومده واسه من کامنت گذاشته که اصلا با نمک نیستی. و مشخصه که اصلا با نمک نیستم، چون من با فلفلم.
نمیگم منتظر شکست نباش، همه یه جای شکست میخورن. اصلا تا وقتی که طعم تلخ شکست رو حس نکرده باشی نمیتونی از شیرینی پیروزی لذت ببری. یه آدمایی توی زندگیت میان که سعی میکنن از رسیدن تو به اهدافت جلوگیری بکنن. اونجاست که باید یه لحظه وایسی و به ندای درونت گوش بدی. باید چپ، بالا، راست، چپ، پایین، چپ، راست، راست، بالا. دوستان 13 فروردین روز آشتی با طبیعت، من اومدم با طبیعت آشتی کنم، اما نه با این یکی. این به من خیلی بده کنه. اینا چه ویدیوهایی میذاره تو اینستاگرام؟ نه نکته‌ای داره، نه معنی داره، نه خلاقیتی توشه. چرا انقدر تابلو بازی در میاری؟ من کی تابلو بازی در آوردم؟ میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ نمیدونم میتونید؟ نمیدونم میتونم؟ ای بابا این یارو همش از این پستا میذاره. دستهایت را فلانه. چجور پستایی؟ از این عکسای 2 نفره و نمیدونم متنای احساسی و از این لوس بازی ها تو رابطه خیلی بدم میاد. خدا رو شکر من و جوجولی اینجوری نیستیم. معذرت میخوام با کی؟ جوجولی من دیگه بابا. مشخص لوس نیستی داره. بیا حلال زاده زنگم میزنه. سلام خوبی بگم خب امیدوارم لذت برده باشید. حالا مجازات چی باشه؟ برای مجازات به نظرم شما توی کامنت ها بگین که من چیکار کنم، همون کار انجام بدم و توی شورت ویدیو یا لاین ویدیو بعدی براتون بذارم. هر مجازاتی که قابل اجرا بشه و بیشتر لایک بخوره من همون انجام میدم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.